مهندس دلنگیز تلفن. آقای مهندس دلنگیز تلفن. آقای مهندس دلنگیز تلفن. کیه؟ با شما هست، بفرم. الو. این زنه کی بود؟ کدوم زنه؟ ما زن اینجا نداریم. ببین من خر فرض نکن، صدای زنه رو شنیدم. این آقای ابراهیمیه. آقای ابراهیمیه، مثل که خودم هر روز دارم با آقای ابراهیمی حرف میزنم و من صدای آقای ابراهیمی رو نمیشناسم. بعد یه عمر زن بودن صدای زن از مرد دیگه تشخیص. نه بابا، به خدا خودشه. این دیروز استادیوم بوده، رفته اونجا فوتبال دیده، تیم مورد علاقش گل زده، داد و بیداد کرده، صداش اینجوری شده. بیا الان اصلا بزنیم رو آیفون خودت گوش کن. بیا. خانم به خدا اشتباه میکنین. من خودتون نبودی هر روز زنگ میزدی میگفتی مهندس کوچولوی منو پیجش کن. خاک تو گورم، خدا مرگم بده. من ازتون معذرت میخوام. چرا صداتون اینجوری شده؟ خدا بد نده. آقای مهندس راست میگن. دیشب ما فوتبال داشتیم، به تیم حریف ما وسط زمین گل زدیم، انقدر تشویقش کردیم صدا گرفت. برو. خیالت راحت شد؟ من در خدمتم قربونت برم. گل. خودتو لوس نکن. یه کاغذ خودکار بردار، لیست خریدو بهت بگم. بگو 12 تا کنسرو قرمه سبزی، 18 تا کنسرو پسنجون و دیگه خودت هم عقلت برسه. قد این دوتا از این کنسروهای برنج دم کشیده آماده، زعفرونی باشه ها. خب 12 تا کنسرو سبزیجات مخلوط، 8 تا برشتوک نقلی باشه لطفاً. بعدش سبزی خوردن پاک کردنشو برات میخرم. آفرین. زودم بیا خونه، منتظرتم. بای. به سوز پدر زنزلیلی. والا زنزلیلی هم حد داره جناب رئیس. این آقای مهندس دلنگیز گندشو مسخره کرده دیگه. جناب مهندس حرفای دوستان درسته دیگه، نه؟ والا اگه منظورتون اینه که بنده همسرمو دوست دارم و به حرفاش گوش میدم، بله. ولی اگه منظورتون حرفایی که این دوتا میزنن، خیر. معمولا مردایی که شعار زنزلیلی میدن خودشون از همه ذلیل‌ترن. نمونهش بفرمایید جناب مهندس صفتری. زیر ناخونا رو نگاه کن آقا. سبز هفته 7 روز سبزی خورد نکنه برای عیالش، شب خوابش نمیبره. جناب مهندس حشمتی بفرما. لیچ افتاده دستا، اینقدر که ظرف شستش. اون وقت به بنده میگن زنزلیلی. تو خجالت نمیکشی مهندس؟ برای چی قربان؟ به جای اینکه رو خط تولید کار کنی عزیزم، برداشتی نقشه به این با ارزشی رو روش لیست خرید خونه بنویسی. آخه این درسته؟ بابا اینا رو با مداد نوشتم، بعدم پاک میشه، مشکل نداره. مهندس جان من با تو قرارم چی؟ قرار بود تا 30 ما ظرفیت خط تولید آب فرآوری شده رو به ماکسیمم به ظرفیت برسونیم. باریکلا. امروز چندمه؟ امروز 28مه. خیلی خوبه. شما بفرمایید با این آقای مهندسینی که رفیقتون هستن اینجا الان در این چه غلطی می‌فرمایید؟ معمولاً قطعاً. قربان خب ما داشتیم روش کار می‌کردیم. بله. در حال این کار ساده ای نیست. نه. این خط تمام اتوماتیکه، ظرفیتشو بالا بردن این وقت میبره، زمان میبره. من باید تا آخرین ماه 10 میلیون بطر تحویل بدم. چی کار کنم؟ یادتون باشه شما یه قولی به ما داده بودین. چه قولی؟ همون پاداش مهندس منظورشونه در واقع. خب هنوزم میگم در حقیقت ظرفیت کارخونه که بره بالا تا آخر ماه، بله. من قول میدم به همه تو نفر 5 میلیون پاداش بدم. 5 میلیون کمه، فقط 5 میلیون. نه ببین به تو 10 میلیون میدم. خب این مقدم عزیز چرا اینو زودتر نگفتیم به مهندس قضیه پاداشو؟ گفتم الان دیگه. 30. آره. بزنید آماده است. چیه بزنم؟ میخواستیم استریپ سورپریزتون کنیم. افتتاح میشه. بله همین الان. بزن بریم. خیلی هم عالی.
کجا میری؟ ای بابا اصلا گوش نمیده. مهندس با شما کجا داری میری؟ ها؟ چی میگی؟ با شما مهندس چیکار داری میکنی؟ ها؟ جان؟ دارم سوار آسانسور میشم مشتم بجام بده من برم. حمل بار با آسانسور ممنوعه. روش نوشتیم که ما مهندسی میدونی دیگه. جان؟ اون حمله بار با اساسی است. این که اساس کشی نیستش قربونت برم خرید خونه است بده من. باره حمل بار با آسانسور ممنوعه. چی؟ یعنی راه دیگه ای نداره مشتم بجام. چرا؟ یه راهی داره. راه پله. به غیر از این. غیر از اون یه راه دیگه داره. چیه؟ ها؟ آش فقط الان دستم بنده. بذار برم بالا اینا رو خالی کنم بعد میرم. کار امروز رو به فردا میفکن. از قدیم گفتن. دارم کار امروز رو به فردا نمیافکنم. چی؟ باشه این نگه دار. یه نهشی گذاشتم. به سلامت. از سفرتون لذت ببرید. از سفرتون لذت ببرید. مرتک قارتا. من نشونت میدم تو آلبوم هست. حالا الان دیگه چشا لنز و ابرو و بوتاکس و لب و سیلیکون و آره قربونت برم. نه از این حرفا زیاد میزنه تو اصلا تحت تاثیرش قرار نگیر. صدای زنگ اومد ببین کیه؟ برو ببین بهش نگی با من صحبت کردی یا خب بعد زنگ زدم یه ماجرای دیگه هم راجبش میگم. خدا سلام عزیز گلگلی خودم بی بخور. نه چه داری؟ ببینم باز که نرفتی چشم بازار رو کور کنی. اتفاقا گفتم بهترین جنسا رو برای عیال گلاب بذاری که خوبه خودتو لوس نکن. موبایلتو واسه چی جواب نمیدی؟ حتما تو شلوغی بازار بوده نشنیدم. بذار ببینم. راست میگم 8 تا میسکال دارم. 8 تا؟ ولی من فقط 7 دفعه زنگ زدم. اون یه دفعه کی بوده؟ بده ببینم. این که 7 تاست. بی‌مزه. پاشو عزیزم یک عالمه کار به سرمون ریخته. بچه‌ها امروز میان جلسه خونه ماست. گفتم وسط هفته این همه سفارش داری میدی یه خبرایی هستا. این لوازم من کجاست؟ لوازم چی؟ میخوام برم استخ که مزاحمتون نباشه. من میخوای با این همه کار بذاری بری استخر؟ قربونت برم یه شامه اونم زنگ میزنن برات بیرون میارن دیگه. سعید جان میخوای با این غذاهای مزخرف بیرون آبروی منو پیش دوستان ببری یا اینکه بدت نمیاد منو دوستامو با هم دیگه مسموم کنی؟ تو رو که نه ولی دوستاتو بدم نمیاد. چرا؟ تو چرا؟ من چی چرا؟ تو چرا به عنوان یک زن شوهردار با 4 تا زن مجرد قرار مهمونی میذاری؟ برای اینکه دوستامن، برای اینکه ما میشینیم با هم دیگه راجع به کتاب و فیلم حرف میزنیم، برای اینکه آدم نه خیلی خانم باهاشون میچرخی برای اینکه هیچ زن شوهرداری مثل خودت پیدا نمیکنی که عاشق کارای مجردی باشه. همه زنای شوهردار فقط با شوهراشون میرن این ور اون ور. سعید جانم عزیزم برو تو آشپزخونه یک عالمه کار به سرمون ریخته. تو آشپزخونه است داری شام درست میکنه. نفهمیدی این کور شده قرمه سبزی رو چطور درست میکنه که اینقدر خوشمزه میشه؟ قرمه سبزی؟ سعید قرمه سبزی وقتی دو افتاد درشون چند ساعتی باید بذارم بمونه. دیگش هم حتما باید مسی باشه. بگو فسنجونم تو همون دیگ میریزه که خوشمزه بشه. فسنجون؟ سعید فسنجون دیگه فوت و فن خودمه دیگه. هر وقت هوس کردن بگو خودم براشون میپزم میریزیم تو قابلمه میبریم خدمتشون. بهش بگو لازم نکرده. اصلا قیافه‌شو که میبینم اشتهام کور میشه. مامان بگو اشکال نداره اگرم نخواستن میذاریم تو آژانس براشون میفرست. خیلی خوب. مواظب خودت باش زیاد خودتو خسته نکن. خداحافظ. میشنوی
یه خانوم برای اینکه همیشه سالم باشه باید چیکار کنه؟ ورزش کنه و ویتامین بخوره. یه خانوم برای اینکه بتونه شوهرش رو نگه داره باید چیکار کنه؟ مدیر باشه. آفرین. حرکت. یه بهت قرص بدم این دفعه دیگه جرزنی نکنی. خودم من برمیدارم. مرتی که سن بابای منو داره می‌خواست برای تو شما تلفن کی زنم دو آژانس بود چه پرگو. به نظر من مردا رو باید خوب خوباشونو انداخت تو دیگو زنده تو خب بعداشون هم جای هیزم بوده زیر همون دیگو. دست شما درد نکنه. با این تفاصیل فکر نمی‌کنین که خانم‌ها از تنهایی دق میکنن؟ خاک به سر موقع سعید من شما رو ندیدم ببخشید. بله مشغول کله بار گذاشتن آقایون بودین. بفرمایید خوش اومدید. بفرمایید. البته سعید من با بقیه مردا فرق داره. تافته جدا باخته است. آقا سعید اون سیدیا رو واسه من رایت کردی؟ آقا سعید نمیدونستم هستین وگرنه حتما لپتاپمو میآوردم ویروسی شدم. بله. ویندوز منم نصب نکردی. مال منو که خیلی خوب درست آقا کردی. سعید عزیزم احیانا کاری برات نمونده که بری انجام بدی؟ چرا اتفاقا یه قراری دارم که برم به قرارم برسم. کی قرار گذاشتی که من نفهمیدم؟ با مهران قرار دارم. قراره بریم استخر. شام رو میز براتون گذاشتم آماده است. بای بای. خداحافظ. جواهر. سلام مهران جان. خیلی هم عالی. نجات هم دادی. ببینم ظرفا رو خوب شستی؟ بله. همه جا رو خوب گردگیری کردی؟ بله. زیر ما پشت تلویزیون یه ما غذای چیزی نمونده باشه. خیلی خب حالا تو هم خودتو لوس میکنی. زنم مهمون داشت خواستم بهش کمک کرده باشم. برو بریم استخریشو. برو. خاک چو سبزه بردم از سر تو. برو واسه یه بچه رو یاد گرفتی. خوب صحبت کردم میخوام برم لبامو بزنم شبیه آنجلینا جولی بزنم. بفرمایید دیگه. منتظری من بیام شیپور حمله رو بزنم. خواهش میکنم. من که فقط این یه پر کاهو رو بخورم کل کالریای امروزمو گرفتم. سنا جون میدونی اون خوراک زبون چند کالری داره؟ دیگه اون قدام نیست ژینوس جون. من حساب تمام کالریایی رو که میگیرم دارم وگرنه اینقدر باربی نبودم که. ولی خودمونیم سیمین جون. غذاهایی که شوهرت پخته خیلی وسوسه انگیزه. دستپختش که خیلی خوبه. فقط اشکالش اینه که اصلاً حواسش به کالری غذاهایی که میپزه نیست. سیمین جون این آشپز به این معذرت منظورم اینه که شوهر به این خوبی رو تو از کجا گیر آوردی آخه؟ ای بابا من گیرش نیاوردم عزیز دلم. اون منو گیر آورد. سعید واقعا عاشقم. به قدری درگیر منه که یه وقتای دل خودم هم براش کباب بشه. بابا خب این راز خوشبختی تو به ما هم بگو دیگه. رازش اینه که سیمین جون همیشه شوهرش رو بدهکار نگه می‌داره. همچین شوهری هم گیر من میومد. اصلا آدم همچین مردایی رو که میبینه به زندگی امیدوار میشه. الو عزیزم چرا گوشی بر نمیداری؟ من نگران شدم. نیم ساعت پیشم زنگ زدم. تو استخر بودم قربونت برم. تو استخر که نمیتونم موبایل رو ببرم که. آقا مهرانم باهاته؟ بله. سلام سیمی خانوم، مهران هستم. حالا شما خوبه؟ خیالت راحت شد؟ سعید زود بیا خونه کارت دارم. باشه زود میام. خدا. چیه؟ زل زدیم به من شوهر ندیده ها. چرا زل زدی به من؟ حالا من فکر نکنم بابا تمام موقعی که بچه بودی اینقدر تو کارات سرک میکشید که این زن تو کارای تو سرک میکشه. موقتیه. درست میشه. پسر 2 سال از موقعی که من نصیحت مشفقانه تو رو میکردم میگفتم زن نگیر گذشته دیگه کی درست میشه. حالا که گرفتی سریع خانه بچه دار شد. بچه دارشم؟ واسه چی؟ وقتی بچه دار بشی سیمین سرش تو خونه با بچه گرم میشه. خیلی هم عالی. آفرین. فکر خوبیه. باریکلا. بالاخره یه بار دل دادی به حرف و نصیحتای رفیقت گوش کردی. آره دیگه. بچه دارشم حداقلش اینه که سرم گرم میشه تو زندگی. مجبور نیستم با تو این نکبت بیام اینجا استخر آب بازی بکنم. مردش میکنم. شرمه یه پر کاهو بیشتر نکن.
راستی از اون دانشگاه رفتیم زنگ زدم عزیز من گفت تا 1 سال دیگه وقت نداره. وای ما درس خوندیم آرایشگرا و فالگیرا وقت بدبختی رو میبینی بدبختی رو میبینی اگه یکی ناقافل یه مهمونی داشته باشه رو درواسی هم داشته باشه تکلیف چیه حالا؟ من وقتی بهتون میگم ما به عنوان زن از ابتدایی ترین حقوقمون محرومیم باور نمی‌کنید. ای بابا خیلی هم عالی. فقط زورت به ما میرسه ها. بابا هیئت مدیره جلسه گذاشته میخوایم یه اطلاعیه هم برای آلودگی صوتی بذاریم. دیشب یه مراسم یه مراسم خاک سپاری بود. نمیدونم دیدین یا نه؟ نه پارازیت داریم هیچی نمی‌بینیم. زنا چه لباسایی پوشیده بودن چه لباسایی پوشیده بودن. دلم میخواد دلم لک زد یه دکولته بپوشم برم سر قبر بابای خدا بیامرزم. بسیار خدا رحمتشون کنه. بچه صبر کنیم ببینم دفعه بعد نوبت کیه؟ رفتم کردم. بابا تو اصلا مگه سرایدار اینجا نیستی؟ خب بی برو یه کلام بهشون بگو آخه خانمای بی ملاحظه. بابا ول کنین این آسانسور رو. منو نگاه فهمیدین شبنم عروسی کرد؟ میدونید که دنبال کارهای مهاجرتش بود. مهاجرت منظورش اینه که دنبال تو شوهر که باش قرار بودی و فلان و اعلان خبرشو از کجا داشتی؟ تو فیسبوک هم خوندم. فیسبوک اون که فیلتره. چیه؟ با سعید پول شارژ رو نداده؟ جای آتیش گرفته؟ بمیرم الهی جایتون درد گرفته؟ حالا از دست ما چه کاری برمیاد؟ من چی میگم شما چی میگید؟ خانم دلنگیز یه ساعت در آسانسور رو نگه داشتیم. ببخشید تو رو خدا نمیذارم ما یه خدافزی سیر دل بکنیم. دوستتون دارم خدافز. عزیزم سلام من اومدم. اینجایی؟ هنوز شامتو نخوردی؟ وای مگه با وجود این رکسانه و ژینوس میشه شام خورد؟ یه ریز گفتن این 1000 تا کالری داره اون 2000 تا داره این 3300 تا داره گفتم گردن. فکر میکنن جذابیت زن به این حرفاست. تو چرا دیر کردی؟ من هیچی گفتم شما تا شام بخورین میام دیگه. سیمین جونه میگم بیا بچه دار شی. وا یه کاره این موقع شب چه وقت بچه دار شدنه؟ منظورم کلن بود. خیلی خب من خستم میرم میگیرم بخوابم. بخوابی؟ تو یادت رفته دستای من به مایع ظرفشویی حساسیت داره قلوب قلوب میزنه بیرون؟ این همه ظرف کی بشوره؟ بیا قربونت برم یه ظرفا رو بشور خدا پدرت هم بیامرزه. بعدن که اومدی توی اتاق راجع به این موضوع حرف میزنی. خیلی هم عالی. عزیز من تو تا کی میخوای به این وضعیت ادامه بدی؟ چشه مگه؟ من اولا از وضعم کاملا راضیم. هیچ مشکلی هم ندارم. خیلی هم عالیه. تا اگه مشکلی داری بگو. دیوونه ای دیگه. دیوونه شاخدامو نداری. مرسی. اگه دیوونه نبودم که رفیقم تو نبودی. چطور مگه؟ بدبخت یه نگاه به خودت بنداز. موهات سفید شده. هنوز زن نگرفتی. وقت داری پنبه زن منو میزنی؟ میگم این خانمه کیه که با مقدم اومد تو؟ دخترش دوست محمد طلاق گرفته. واسه چی؟ داشتم میگم مشکل داشتن حتما دیگه. بیچاره. آخ تفلکی پنیرش هم انگار دزدیده. ولی من هیچ وقت سیمینو طلاق نمیدم. هیچ وقت. کاش انقدر که تو فکر سیمینیه اون یه ذره به فکر تو بود. ببین مطمئنم همین الان در همین لحظه داره به من فکر میکنه. شما تصور کنید بازدید از برج ایفل، مسافرت با کشتی، اونم کجا؟ روی رود راین، قدم زدن تو خیابونای زیبا و رویایی شانزلیزه. وای 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 کوههای آلپو در نظر بگیرید. شما بریم بالا، اسکی کنیم بیایم پایین، اسکی کنیم بیایم پایین. برو چرخ و فلکای لندن هم میبریم؟ بله که میبریم.
فقط به شرطی که رفتین اون بالا جیغ نکشید. چی؟ نمیزنه. ببخشید ما میتونیم یه معاشرت اولیه با تور لیدرمون داشته باشیم؟ من یعنی خواهش میکنم. تور لیدرتون خودمم. ببخشید مگه تور لیدر ما خانم نیست؟ البته اگه بخواین ما تور لیدر خانم هم داریم. آره خودتون یه قیافه قابل اعتمادی هم دارید. اومدم. سلام عزیز دلم. کثیفه. راست. مردم. چه ترافیکی، چه دود و دمی، از این آژانس به اون آژانس، از این خیابون به اون خیابون، اصلا کلافه شدم. قربونت برم چرا آژانس گرفتی؟ میگفتی خودم با ماشین میومدم دنبالت. مگه من مردم؟ اون آژانس رو که نمیگم، یه آژانس دیگر رو میگم. حالا خیلی گشنمه، یه چیزی هست بخوری؟ شام برات درست کردم مامان. الان میرم برات میارم. حاضر. دیشب میخواستم راجع به یه موضوعی باهات صحبت کنم، نشد. چه موضوعی؟ سیمین جان قربونت برم، چرا نمیای بچه داشی؟ بابا این موضوع تکراریه دیگه، 100 دفعه راجبش با هم دیگه حرف زدیم. خب آخه من چیکار کنم؟ من دلم بچه میخواد. دلم لک زده یکی بهم بگه بابا بیا بابا خوبه. جدی بهت گفتم. بابا جون من مگه چقدر جون دارم؟ چطوری میتونم هم یه زنی باشم که فعالیت اجتماعی مستمر داره و هم یه مادر نمونه؟ نمیتونم. ببین بهت قول میدم حمله بارش با تو از موقعی هم که به دنیا اومد هر کاری داشت دیگه بعدش با خودم. بیادب. نکنه دلت میخواد یه بچه بذاری تو دامن من، خودت هر کاری خواستی بکنی؟ سیمین تو راجع به من واقعا داری اینجوری فکر میکنی؟ حالا نه اینکه همین الان راجبت اینجوری فکر کنم، ولی اصولا فکر میکنم مردا اینجوریه. مگه مردا چه جورین؟ عزیزم این بحث کلا منتفیه. بابا فکر کن من همین آخر هفته میخوام با دوستان برم دور اروپا. حالا مثلا حامله بودم، وای خدا بدون. کجا؟ دور اروپا. نه خیر نمیشه بری. گفتم که نمیشه بری. چرا نداره؟ همین که گفتم. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب اگه بگم میشه بری اون وقت تو فکر میکنی من دارم تو رو میفرستم بری مسافرت که خودم هر کاری دلم خواست بکنم. من این مهندس کوچولو من خیلی دلم میخواد این سفر برم. اینجوری که گفتی شاید بشه یه کاریش کرد. چقدر میشه خرجش؟ من خیلی اقتصادی حساب کردم. کلا تور اروپا با خرج روزانه و پول سوغاتی و الو بلا اینا همش میشه 10 میلیون. 10 میلیون؟ از کجا میخوای بیاری این همه پولو؟ وای خدا شوهر عزیزم رو زنده نگه داره. حالا که اینجا رسید شوهرت عزیز شد. وا شوهرم همیشه عزیز بوده، همیشه دوستم داشته، همیشه حواسش بوده که من پیش دوست آشنا کم نیارم. سعید تو رو خدا یه کاری نکنی من پیش این دختر رو کم بیارم و میدونی که چقدر حرف درارم. من 10 میلیون پول از کجا بیارم؟ اون هدیه قلمبه‌ای که قراره به خاطر راه اندازی خط تولید جدید بهت بدم من رو اون حساب کردم. تو اون از کجا میدونی؟ میدونم دیگه، همون شب بعد مهمونی همونجا تو اتاق خواب گفتی، نکنی یادت نیست؟ تو که اون موقع خواب بودی؟ اون قسمت چو بیدار بودم. ببینم مثلا تو چه نقشه‌ای واسه این 10 میلیون داری؟ نکنه فکر و خیالاتی تو سرته؟ نه قربونت برم، گفتم فردا بچه دار میشیم، بچه هزینه داره، خرج داره، به هر حال باید براش اصلا بچه رو که زدیم تموم شد رفت. اصلا ببین من هنوز خودم بچه‌ام، چی هی بچه میکنی بابا؟ نکنه دیگه دوستم نداری که اصلا هی میگی بچه. نه قربونت برم من علاقه داری روز به روز علاقه به تو بیشتر میشه. گلی میدونستم اینقدر بزرگواری که رومو زمین نمیندازی. فقط یه شرط داره. چه شرطی؟ شرطش اینه که وقتی برگشتی بچه دار بشیم. باشه عزیزم. بفرمایید آقای مهندس، فعلا این فرمو پر کنید. ما این فرمو پر کنیم دیگه پاداشو به ما میدن دیگه. آره انشالله یه 2-3 ماه دیگه. 2-3 ماه دیگه؟ و قرار بود خط تولید کارخونه که راه افتاد پاداش ما رو بهمون بدن دیگه. درسته، ولی خط تولید کارخونه از نظر حسابداری کی را میفته؟ وقتی که درآمدش بیاد به حساب کارخونه. حالا از نظر شما کی این اتفاق میفته؟ همون 2-3 ماه دیگه. 2-3 ماه دیگه؟ بابا تا 2-3 ماه دیگه برفای آلپ تمامش آب شده. اون وقت ما چطوری اسکی کنیم؟ اشکالی نداره عزیزم. شاید قسمت نبوده بری. شاید خیرش تو این میده، نه که تو هم سرمایه‌ای هستی. من این حرفا حالیم نیستش. اسکی توی برفای آلپ برای من ضروریه. امشب یا با پول میای خونه یا میای خونه خودم پولت میکنم. فهمیدی؟
مهران جون، دستم به دامنت، فقط تو میتونی به من کمک کنی. خیلی حالم بده. پاشو سر بریم پیش دکتر. دکتر؟ Listen, I'll send you $1,500 tomorrow morning and you just give me your account. Let me just moment please. الو ياسر يا حلو حبيبي، شو اخبارك؟ مساك طيب؟ يقول لك دزيت لك 1,500,000 درهم ها. الو لحظة. الو что говоришь? Да, конечно. Почему ты нервничаешь? Хорошо. بابا واقعا دکتره؟ الو مستر کومار. اگه نمیبینی عزیز من، نبض اقتصاد مملکت دستشه دیگه. شما بیکار وای نستین. یه چک بنویسین برای 3 ماه دیگه. بله چشم. اوکی. तुम किधर आते हैं? पैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा दोस्त नाम क्या है? دلنگیز جان، همون طوری که به این راحتی پولو میگیری به همون راحتی هم چی؟ پس میدی. رو چشم. وگرنه به همین راحتی پولت میکنم. Understand؟ تا 3 ماه دیگه که سهله، حتی زودتر ممکنه برش گردونم. سعید جون دیگه مشکلی نداری. حسین جان حل بزن بریم دیگه. یه لحظه قربون دستت. دکتر جون فردا. خداحافظ. مرسی. حسین جان خسته نباشی عزیزم. آقا 1070 اینم از این. $70 خیلی هم عالی. بزن بریم. دکتر جون فردا. اینه؟ این برم اینجا. این؟ برو. خراب بشی اینو رو کار. چی گفتی؟ هیچی میگم این سنگینه این بارا. حتما اونجا یه باربر بگیر. کمر ممرت خراب نشه. برو من اومدم. آقا این ماشین ما رو بپا، ما سریع برگشت. الان میاد. برو بدو. بابا چون وای نیستی تو آخه. وایستا ببینم. اومدم اونور بریم. بودو زود باش. وای بدو. مگه پیداشون نکنم که گفتم گاز بده. یه دونه دیگه. نمیشون برامک. خوبی شما؟ منو نگاه. عکس بگیرم ازتون. اینم بگیر. بله. بودو آقا افشین. اینم بگیر. اینو بگیر خیلی سنگینه. وایسا سعید، از دوری من زیاد قصه نمیخوری یا؟ چشم عزیزم، سعی خودمو میکنم. حالا که اینجوری منم بهت قول میدم که هر جا که رفتم جاتو خالی کنم. خب زحمت میکشی. خواهش میکنم. بعدم اینکه من از همه نظر خیالم جمع باشه دیگه. از چه نظر؟ از همه نظر، مخصوصا. آره حتما خیالت راحت باشه. وای دیرم شد. سعید جونم. سیمینا نه اینجا فرودگاه نمیشه. آقا یکی از شما بگیرم. بیا پدر جان بیا، دستت درد نکن. اومدم قربونتون برم جیگرای من. الان میام دلوپی قورتتون میدم. یک دو سه چا، یک دو سه چا، یک سه چا، یک دو سه چا، یک دو سه چا، یک کس رو کیمیا بسه دیگه، دایی جون اذیتش کردی. نه بابا اشکالی نداره. این خرسواری که اینجا میده پیش سواریایی که به سیمینو میده هیچ. جفتک زد دسته. جون چاییتون رو بخوریم با توت خوش. ای کاش سیمین وقتش یه بچه برام میآورد. ببین چه کیفی داره آخه. آخه مقصر خودتی. اگه از روز اول وانه میدادی رونه میدادی کارت به اینجا نمیکشی. مگه کارم به کجا کشیده پدر جان؟ حیف که بچه اینجا وگرنه به شت میگفتم. ببین پدر من، زن و شوهر یه تعهداتی دارن نسبت به هم که باید رعایت کنن. اون رعایت نمیکنه دلیل نمیشه که منم رعایت نکنم که. یه خود صبر کنین، بالاخره مطمئن باشین اونم دست از این کاراش بر میداره. دیگه کی داداشون؟ زندگی شده جهنم. خواهر من از زندگیم راضیم. مشکل من فقط بچه است. اونم سیمین قرار شد یه ماه دیگه که از اروپا برگرده بچه دار شه.
اروپا. خانم نفس بکشین، دقت کنین. این همون آلپیه که من بهتون قول داده بودم. اینجا که بیشتر شبیه دیزین خودمونه. تور لیدر جونم عزیز فرقایی داره دیگه، مثلا برف خارجی. اصلا شما دقت نمی‌کنین هواش که به کنار. توی تهران دیزین و نم شمشک و این و اون همش استراتوس ابرا. اینجا پر از کولومبوسای گرد و کولومبوس و اینا. احساساتی شدم بچه. یاد 18 سالگی افتادم که پدرم واسه تولدم من آورد دامنه های آلپ. من رفتم بچه ها، من میرم. وای چقدر خوبه. من رفتم. وای اینجا سرپاینیه. بعد اون پایین مقدار خطرناک اگر جرأتی داره. الان میافتی. افتاد. ببینید شما شاهدی. من گفتم نرو دیگه. یعنی چی؟ من گفتم از این بر نرو. منظورتو نمیفهمم. ببینین اینجا میخوره به یه دره، بعد اون دره منتهی میشه به یه دونه یخچال طبیعی که افتاده اون تو. بریم ببینیم چی شده. مرده دیگه. ببخشید، این آخرین عکسیه که من از سیمین گرفتم. تسلیت میگم. گذشت. نمیخوای این لباس سیاه تنت در بیاری؟ مهران، هر کاری که میکنم نمیتونم از فکر سیمین بیام بیرون. نمیتونم. نه که نخوام. نمیتونم. آقای مهندس خیلی تسلیت
میگم بهتون. خیلی ممنون خانم، خیلی ممنون. تقصیر من بود. نه خواهش میکنم. ببخشید تقصیر من شد. اجازه بدید من اینا رو جمع کنم. تسلیت میگم آقای مهندس. خیلی ممنون. اتفاقا ظهرم اینو فرمودین. متشکرم. خیلی سخته نه؟ نه کاری نداره، الان براتون جمع میکنم. زندگی رو میگم، تنهایی. شما هم خیلی تنهایید نه؟ مثل من. بله. خب تنهایی که خیلی سخته، اما شما که ماشاءالله ماشاءالله خانم با این وجاهت، چرا دوباره ازدواج نمی کنید که از تنهایی در بیایید؟ آخه میدونین چی آقای مهندس؟ به نظر من اتفاقا در این مورد اصلا نباید عجله کرد. مگر اینکه چی؟ مگر اینکه یکی پیدا بشه که از شوهر قبلیم بهتر باشه. چه جالب. اتفاقا منم تو این فکر بودم که اگه یه موقعی بخوام دوباره تن به ازدواج بدم، دوست دارم که همسر جدیدم امتیازات بهتری داشته باشه نسبت به همسر قدیمم. چه تفاهمی داریم من و شما. جالب. فرمود این دوسته با بله خلافشر کرده؟ نه اختیار خودشون داشت. میبخشید این شوهر قبلیشون، منظورم شوهرهای قبلیشون مردن یا اینکه جدا شدن؟ نه خیلی نمردن، جدا شدن. یعنی اهل زندگی نبودن. تشخیص من این بود که باید برن دنبال کارشون. تبریک. به افتخار عروس خانوم. جانم بابا جانم. خدا مرگم بده داداش. خدا نکنه. چی شده؟ مرجان باره 4 داره ازدواج میکنه. آره میدونم. میدونی؟ آره مگه چیه؟ منم دفعه دومم دارم زن میگیرم. آخه میدونی چرا طلاقو گرفتن اونا؟ من چه میدونم، حتما خب شوهرای خوبی نداشته از کجا معلوم که دختر مقصر نبوده؟ نه جان که اصلا اینجوری نیست. بعدش هم من که مشکلی ندارم، من خیلی هم احساس خوشبختی میکنم و همه چی هم عالیه. حالا که آروم شده لحظه دل من واسه میلرزه، حالا که داشتن دستات به همه دنیا میارزه، حالا که چشم انتظارم که تو برگردی کنارم، که همیشه با تو باشم ای همه دار و ندارم. خوب دنیا هرچی خواستیم سر جاشه، انگاری خدا همین جاست واسه دنیا مال ما. خوب دنیا هرچی خواستیم سر بدبخت میکنه بیچاره میکنه زن. خیلی هم عالی. میبینم مشغول به کاری، خسته نباشی. به پای شما که نمیرسیم مهندس. کیف به دست و بیبار و بندیل. میبینم که خرید مریدم نکردی شما. بله دیگه، به هر حال خانومم زهر مار خانومم خنده نداره که. خانم جدیدم گفته از این به بعد دیگه لازم نیست خرید کنی. آقا مهندس تازه اولشه، یه خورده گذشت خورده فرمایشا شروع میشه. اون موقع تازه میگه اینو بذار اینجا، این کارو بکن، اون کارو نکن، اینو بخور، اینو نخور. تموم شد اون دوره مشتم به جان. این تو بمیری با اون تو بمیری ها فرق داره. حالا میفهمی که این تومری همون تومریه. میبینیم هم دیگه رو. میبینیم. بگینم دیگه احتیاجی نداری. بفرمایید. ضمناً از سرایداریتون لذت ببرید. ببخشید، مثل اینکه طبقه رو اشتباه اومده. ببخشید. آقا سعید منزل خودتونه، بفرمایید تو.
Hé, arrête, fais arrêter la chasse, je vois quelque chose. Attends. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois là? Envoyez-nous des renforts, c'est très urgent. Allô, le centre? Allô, le centre, vous m'entendez? La grouille est venue ici. Nous voulons transporter le cadavre. Soyez prêts, s'il vous plaît. Regarde-moi ça. Descends, descends, je te dis, descends. Positionnez la camionnette juste en dessous du cadavre. چقدر تو خوشگل شدی میشه بخیر. خیلی ممنون آقا سعید. عجیب شبیه یکی شدی. میدونی چی آقا سعید؟ شوهر اول من خیلی سریال نگاه میکرد. اون موقع یه خانمی تو این سریالای ایرانی بازی میکرد اسمش قطام. همون قطام. عین قطام شد. Oh là là. C'est la première fois que je vois un tel cadavre. Elle est trop congelée. La pauvre. Elle est entièrement congelée. Son pauvre mari. On y va. Il faut informer sa femme. مرجان من واقعا با تو احساس خوشبختی میکنم. شما که احساس خوشبختی بکنید منم احساس خوشبختی میکنم. راستی جریان اسپا و این ژاپنی بازی‌های امشب چیه؟ راستش آقا سعید شوهر سومم نمیخواد بگی. فهمیدم. لابد شوهرت عاشق بانو سوسانا شده و زده رفته ژاپن ها؟ از کجا فهمیدی؟ میدونم دیگه. مرجان تو واقعا خجالت نمیکشی؟ اگه دوستت نداشتم تو الان 100 دفعه حالم ازت به هم. چرا؟ آخه عزیز دل من این خوبه که آدم برای شوهرش متنوع باشه ولی نه اینکه شخصیت اصلی خودش محو بشه. اینقدر تو قیافه‌های مختلف دیدم اصلا قیافه اصلی خودت یادم رفته. یعنی به نظر شما شخصیت من محو شده؟ کاملا. ولی عزیزم شخصیت من با شخصیت تو کامل میشه. من باید اونجوری زندگی کنم که تو دوست داری. من تو رو همینجوری هم دوستت دارم. میدونی مرجان تو یه کارایی کردی تو باعث شدی که من دیگه احساس کمبود نکنم. حتی دلم بچه نخواد. مگه شما قبلا دلتون بچه میخواست؟ آره من با سیمین خیلی احساس تنهایی میکردم ولی با تو نه. خیلی ممنون آقا سعید ولی اگه شما دلتون بخواد میتونیم بچه دار شیم. جدی میگی؟ خیلی هم عالی. معجزة غريبة أيضا امرأة إيرانية تنجو من الموت طبقا للتقرير الإخبار الذي وصلنا أن امرأة سقطت عليها ثلوج كثيرة ودفنت تحتها ولكنها تنجو من الموت. Miraculous rescue of an Iranian frozen skier. This morning, nella notizia della nostra giornalista, una donna che era congelata nel ghiaccio è ripreso miracolosamente la vita. In stessi domna in stata Irania cu senetate completa intors in Iran. جواب بده. بله. آژانس؟ کدوم آژانس؟ سوسن؟ چرا مامان؟ عزیزم سوسن.
خیلی خیلی به شما تبریک میگیم از اینکه به ما اجازه مصاحبه دادید و همینطور از خداوند خوشحالیم که داریم شما رو اینجا میبینیم. سوال خاصی داشتیم از شما خانم دلنگ. از اینکه اتمسفر وطن رو دوباره دارید تنفس میکنید چه احساسی دارید؟ عالیه اتمسفر ایران، ولی خب یه ذره هوای آلپ بهتره، ولی واقعا میخوام بگم هیچ جا وطن نمیشه. ایران دوستتون دارم. خانم مکری، از اینکه خداوند عمر دوباره به شما داده چه احساسی دارید؟ خیلی خوشحالم عزیزم، خیلی میخوام از طریق همین دوربین شما، از طریق همینجا بگم خدای عزیزم خیلی ازت ممنونم که منو به وطن عزیزم ایران و پیش شوهر عزیزم سعید برگردوندی. شما رو ببوسم. خیلی خوشحالم، خیلی. یعنی شما میخواین بگید از اینکه شوهرتون ازدواج مجدد کرده ناراحت نیستید؟ وای چقدر شما با مزه. نه عزیزم، نه اشتباه میکنی. شوهر من هرگز به من خیانت نمیکنه سعید. ولی خانم مکری ما اشتباه نمیکنیم. آقای سعید دلنگی تو بیشتر از 1 ماه که ازدواج کردن. شما این نمورده بودی؟ پاشو ببینم. خودت موش مردگی نزن. امکان نداره. تو روحی مگه نه؟ نه ببینم. میبینی که سالمم روحم نیستم. خودم اینجا وایسادم. ممکنه. یعنی من اون زندگی هیچی واسه تو ارزش نداشتی. نه اینطور هم نیست و سعید بی تقصیر، من خودم شاهدم. تا 40 شما خواهشم خفشین برین از اتاق بیرون. میگم سعید گوش کن من چی میگم. هیچ جوری بهت حق نمیدم. نمیفهمم چرا این اتفاق افتاده. فقط دارم بهت میگم خودت زندگی منو بهم برمیگردونی. همیشه من مثل قبل بشه. منظورت چیه وضعیت قبلی؟ منظورم اینه که اون دختره مرجان طلاق. این غیر ممکنه. برای اینکه من مرجانو دوست دارم. نه تو این مدتی کم جوگیر شدی. تو هنوز خودم رو دوست داری. اتفاقا برعکس. من الان مرجانو دوست دارم، تو رو دیگه دوست ندارم. چی گفتی؟ همین که شنیدی. نه مثل که من درست نشنیدم. یه دفعه دیگه بلند بگو. دوست داری بلند بشنوی؟ خیلی خوب. من دیگه تو رو دوست ندارم. چرا؟ برای اینکه تو این 2 سالی که باهات زندگی کردم یک دفعه نشد احساس کنم که تو واقعا همسر منی. همیشه این شوهر بودی برای من. وام میگیره پشت میری آلپ. تنها آرزوی من که بچه دار شدن بود و از من گرفتی. دیگه چجوری تحمل داری با تو زندگی کنم؟ نه خانم، من نمیتونم با تو زندگی کنم. دیگه هم دوستت ندارم. خیلی بی‌وفایی. توف وفا. سیمی خانم اجازه بدی. بابا چرا شرایطی درک نمی‌کنی؟ سعید دیگه اون سعید سابق نیست، عوض شده. میدونم همتون بی‌تربیتی. خب حالا همش 3 ماه مرده بودم. بابا این رئیس کارخونه ما آدم عجیبیه. مرجانم دختر این رئیس کارخونه است دیگه. به نفع هممون اصلا شما بیخیال شید. نمیشم بیخیال. آقا چی میگی؟ من پدر تو، اون سعید احمق و زنشو همتون رو با هم در میارم. بکش کنه رو هیکلو. میخوام رجب. ماما. اینا کی بودن مثلا؟ محصولات سلولوزی نانسی. بس دیگه از دست سردرد گرفتم. یه بند داری ور میکنی. از اتاق بیا بیرون. نمیخوام. دلم خوش بود که 3 تا خواهر و یه دونه مادر سرزبوندار دارم. 3 ماه نتونستی شوهر منو واسم نگه داری. بابا عقلتون نرسید یه سوپ گرم بپزید ببرید دم خونه که نپره. طوری نشده که سیمین جون مردا که ارزش گریه کردن ندارن. اگه مرد ارزششو ندارن تو واسه چی 4 ساعت پای تلفنی؟ چیزی که زیاده تو این دنیا شوهر. اگه زیاده چرا یکیش خودت نمیاد؟ راست میگه اینو. ساکت چی؟ عزیزم دخترم. حرف عالیم نیست. مامان من شوهرمو میخوام.
میخوای تو اینو بفهمی؟ خب بابا چقدر خوشحالم. خیلی خوشحالم کردیم. قربونتون خیلی خوش اومدین. تو چرا وایسادی؟ اینا رو ببر بذار تو آب برو داره یه قهوه درست کن. این گل سوسن قهوه چی شد؟ من الان چی بمونه؟ خب حق داره ناراحت بشه. منم بودم بهم برمیخورد. فکر کن ما 4 تا رو ول کرده رفته اون منگل کوتوله رو گرفت. فکرشو بکن اگه من زن سعید میشدم بعد یهو سیمین پیداش میشد. من که هر کاری کردم اون روز به من اصلا توجه نه. خیلی حرکت کوزش بود. خدا رو شکر که من کاری نکردم. تو خودت می‌کشتی. من اون پسر اینجوری رو میخوام چیکار 1000 تا خواستگار دارم. آره تو آره بابا یادت چشم. باشه دیگه جمعش کنید. تقصیر هر 4 تاتون بود. سلام و زهر ما. اگه اون سفر کوفتی و برنامه‌شو نریخته بود زندگی من مامان جون یه بارم یه شده بذار من اینو آدم واسه خودم تصمیم بگیرم. چیزی نگفتی. هر روز زنگ زدی تور اروپا. هی فکر نکردی که بابا منم شوهر دارم موقعیتم با شما. من گفتم یا این هی زنگ زد دونه. تو اگه حرف تورلی در گوش میکردی از این اتفاقا نمی‌افتاد. بابا تورلیدر حواستون پیش این تورلیدره بود دیگه. وگرنه حواستون به دوستتون بود. فکر می‌کردی ممکنه زیر اون برفا زنده مونده باشه. ما نمی‌دونیم تو بردی خب می‌کنی. بسه نمیخوام بشنوم. پاشین گورتون از زندگی من گم کنیم بیرون. بله نیکا چه رفتاری بریم بری یالا ایشالا که سر تک تکتون بیا. خدا گو سیمین جان عزیزم چرا با خودت داری این کارو میکنی؟ خدا عمر دوباره بهت داده دخترم. من خیلی بدبختم مامی. هر مرد دیگه هم جای سعید بود همین کارو میکرد. مامان نداره. ببین سیمین منم اول مثل تو فکر میکردم ولی بعد دیدم دارم اشتباه میکنم. اون زبون املال خدایی نکرده فکر میکرد تو مردی ولی حالا زنده‌ای بایدم نشون بدی که زنده‌ای. همین. آره مخصوصا به اون مرجان باید نشون بدم که زندم. بعد دوباره سعید مال خودم کنم. ولی چجوری ماما؟ سلام. سیمین تو اینجا چی کار میکنی؟ این چیه؟ سوغاتی از پاریس واسط آورد. پاریس سوغاتی بهتر از این نداشت؟ مارک داره. ولی تو به خاطر این نیومدی. راستش بگو واسه چی اومدی؟ خب راستش اومدم ازت معذرت خواهی کنم بابت اون کارهای بدی که کردم. اومدم بهت بگم دیگه تصمیم گرفتم بی کدبانی تمام عیار بشم و هر موقعی هم که شوهرم دلش بخواد ما باید بچه دار بشیم. ببین سیمین این تصمیمو یکم دیر گرفتی. من راه رفته رو که نمیتونم برگردم. من با عشق و علاقه با مرجان ازدواج کردم. از زندگی من فوق العاده راضیم. بابا من هنوز زنتم شرعاً عرفاً و قانوناً. باشه اشکالی نداره. میریم رسما شرعاً قانوناً از هم جدا میشیم. واسه شاید تو بتونی یه شوهر بهتری پیدا بکنی. نه خیر اون که امکان نداره. ولی مشکل اصلا یه جای دیگه است. مشکل چیه؟ عاشقتم نمیتونم بدون تو زندگی کنم. چرا نمیفهمی من تازه فهمیدم نمیخوام جلو میگیرم. الو بابا. سعید نشین رئیس باد کار فوری داره. اینجا رو میگم شیطو اینی که من دیروز امضا کردم. نه آقای رئیس نه امضا نه. این اون نیست؟ قربان سلام عرض شد. یه دفعه دیگه امضا نه می‌کنم. به خدا بفرم. اینم همون دیروز امضا نکردم. نه آقای قربان سلام عرض شد.
تو فکر نمی‌کنی وقتی کارمندا و کارگرا بفهمن سر دختر من هبو آوردی اون وقت پشت سر من چی میگن واقعا؟ نگرانی شما بیمورد قربان، چون سیمین تلاش مذبوحانه میکنه. از کجا معلوم؟ برای اینکه میدونه من از زندگیم خیلی راضیم. با این حال بهتره رسما طلاقش بدی، چون کسی از این موضوع بویی ببره میدونی برای من خیلی بد تمام میشه. بله چشم. اینجا؟ راستی قربان، شما مستحضر هستید که امروز چه روزیه؟ روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. اون که بله، امروز در واقع روز سررسید چک بنده است. عجب. خب با اجازه. فرمودین که امروز چک داریم بله؟ بله. خیلی خوب. شما سیمین رو طلاق بده شرعاً، منم دستور میدم که پاداش تو بدن قطعاً. چطوره؟ خیلی هم عالی. مهران جان دستم به دامنت پشو امضا نکرد بدبخت شدم. چرا لال شدی؟ پشت بریم یه کاری کنیم، پشت بریم پیش دکتر. لازم نکرده عزیزم. سلام هستید آقای دکتر. همینجا. خیلی خوش آمدین آقای دکتر. چه نسناس خجالت نمیشه چه بی محل میدی دست مردم. چی شد اونم دکو پوزت؟ تقصیر من چیه؟ زنم یهو زنده شد مرده بود. زنده شد؟ نیوان کرک جدیده تراولت میکنم. تراول دکتر پشتیش چیکار میکنی؟ تراولت میکنم. دقیقش کردی پشتیش دکتر بابا راست میگه قصهش طولانیه. بیا دکتر جو بیا اینجا. به ماجرا رو تو مفصل برای تعریف میکنم. الان اصلا یه آبی بخور خنک شی. بیا بخور. این چیه؟ Small one, give me that big one بابا. بیگ بخور. I am so big. دکتر جون آشناس یه مهلتی چیزی بهش بده. غریبه که نیست. مهلت میخواد؟ 2 هفته کافیه؟ عالیه خیلی هم عالی. بریم گوش. آخ جانم. اوکی. رقمش عوض میکنی؟ پشت نویسی میکنی؟ بله. 2 تا سیگنیچر مامانم چی؟ میزنی پاش. کامان. فکر همه چی کردی سعید این سری حسابت خالی باشه بالا میگیرم. نه بابا این دفعه دکتر بخور ببین چقدر همه چی آرومه. بعدا خوشو پیدا کرد. اینم 2 تا سیگنچر مامان پاش. پشت نویسی هم کرد. Thank you so much. خیلی هم ممنون. مهران هر جوری هست بعد وقت دادگاه رو بنازیم جلو. اگه دیر میرسیدی منو میخورد. من پرونده شما رو خوندم. خانم مکری شما موافقی؟ نه خیر آقا، خدا بداره اصلا این چیزا تو فامیل ما رسم نیست. بعدم من با لباس سفید اومدم تو خونه این آقا، ایشالا 100 سال دیگه با یه جور لباس سفید دیگه هم میرم بیرون. مگه دست خودته؟ مملکت قانون داره. حق طلاق با مرده. مگه نه آقای قاضی؟ معمولا بله. اما در این مورد به خصوص در کنار مهریه نسبتا سنگینی که تعیین شده شما 2 کیلو بال مگس هم عندالمطالبه باید به خانم مکری تقدیم بکنید. با خودتون آوردین؟ چی؟ 2 کیلو بال مگس؟ 2 کیلو بال مگس؟ 2 کیلو کنه 2000. هر بال 2 میکرون بشه داره 2000 میشه. 888 میلیارد 550. نداریم اینقدر مگس. تو آمازون هست. پشم میشه آقای قاضی؟ نه خیر، فقط بال مگس. پس یه دفعه بگن اصلا نمیشه دیگه، هیچ راهی نیست. تنها راهش اینه که سرکار خانم رضایت بدن. سیمین جان عزیزم، من چیکار کنم که تو رضایت بدی؟ رضایت نمیدم. اصلا تو چرا نمیفهمی؟ من از شدت عشق و علاقم بس که اون موقع عاشقت بودم این شرطو گذاشتم. الهی اصلا بمیری که نمیفهمی که من یه موی کندیده تو رو با همه مگسای عالمم عوض نمیکنم. ای خدا. بابا آخه این کار غیر ممکنه. چرا؟ بابا تو این مدتی که این مرده بود دور از جونم. دور از جون شما من رفتم یه زن جدید گرفتم. اینم شد دلیل محکم پسند بیارید آقا. فقط لازمه که عدالت رو بین زنهاتون رعایت کنید. عدالت.
پیاده نمیشی؟ با چه روی پیاده بشم؟ چجوری این موضوع رو به مرجان بگم؟ خیلی خوب. تو اصلا نمیخواد خودتو اذیت کنی. من پیاده میشم خیلی راحت بهش میگم مگه من مردم که تو هرس بخوری عزیز دلم. الان میام. ساکت. واسه من ننه من غریبم بازی در نیارا. من خودم تو این کارا استادم آخرشم. الانم دادگاه بودم. اونجا هم به من گفتن برمیگردی توی خونت با سعیدت زندگی میکنی. شما هم خانم جون ناراحتی هری طلاق؟ این حرفا چیه خانم جون؟ من فقط چون فکر کردم شما مردین یه خورده ترسیدم. همین یعنی تو از این که من قراره تو این خونه با سعیدم زندگی کنم اصلا ناراحت نیستی؟ نه، برای چی ناراحت باشم؟ اگه آقا سعید بگن حتما مصلحتی تو کاره. منم میگم چشم. دروغ میگی. میخوای با این اداهات با این آرامشت منو عصبی کنی. ولی کور خوندی خانم محترم. من حقم ازت میگیرم. شوهرمو پس میگیرم ازت. به خدا دروغ نمیگم. من همیشه دوست داشتم یه دونه خواهر داشته باشم. میتونیم عین دوتا خواهر در کنار هم زندگی کنیم. شوهرمو میخوام میفهمی؟ خب نمیخوام طلاق بگیرم مگه زوره؟ آقا سعیدو دوست دارم. باش همچی میگه آقا سعید انگار ملک طلق پدرشه. من واسه این زندگی زحمت کشیدم. صبح تا شب این دارو خوابیدم. اون حالا اومدی شدی واسه من خانه خونه؟ آها اینه. بنداز برو تا بریم. تا حالا کسی حقمو نخورده. به منم میگن مرجان مقدم. من هر 2 سال یه بار شوهر بمیری. چی شده؟ چیکار داری میکنی؟ باش. خواهش میکنم بفرمایید تو خسته نباشی. من میارم درد نکنه. قلنجمو شکون نه خانم. چرا این چمدونو؟ الان کتفم باز شده. ماساژم بلدین شما. اسین چون بس درد نکنه. بابا جای توش بار کریستاله. شما خسته شدی. بفرمایید بدین به من. کدتون رو بدین به من. ماشاءالله چقدر بالایی. بفرمایید خسته شدی. خواهش میکنم بفرمایید. چیزی میخوای برات بیارم؟ واه اگه من مردم خودم برات میارم. نوش جون آقا سعید بفرمایید. آقا سعید همه اینا مال شماست. همه اینا رو که من نمیتونم بخورم. چرا میتونید؟ شما مردین باید زیاد بخورید. بله دیگه نیاز دارین که قوتتون خیلی زیاد بشه. اینم الان حرارتش کاملا مطبوعه. آقا سعید من این آب پرتقال برای شما آوردم. خیلی ممنون. مرسی. متشکرم. بفرمایید آقا سعید. بفرمایید. ای اون کوچیکه اینو بخورید. چی؟ یه ذره. آقا سعید این گل برای شماست. میتونه که اونو بخوره عزیزم. دیگه چیزی دیگه نیست که من بخورم. چرا آقا سعید؟ شام تا 1 ساعت دیگه حاضره. سعید جان تشریف بیارید غذا براتون ماسالا دوسا پختم. آقا سعید غذا یخ کرد. به 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 به.
دستتون در نکنه. خواهش میکنم. یه والا نمیشه من امشب شام نخورم؟ اوا معلومه که نمیشه. آقا سعید من براتون خورشت قیمه پختم. عزیزم ماسالا دوسا، اون غذایی که تو اون رستوران هندیه چه شب شاعرانه‌ای بود، یک عالم شمع واسه من روشن کرده بود. آقا سعید اصلا غذای خارجی دوست ندارن. خارجی نیست غذای من خانم، هندیه. به هر حال خورش قیمه های من یه چیز دیگه است، مخصوصا وقتی برای آقا سعید میپزه. ولی قیمه به هر حال یه غذای کلیشه‌ایه. یه که همه دیگه میدونن قیمه کلیشه. ما خودم میخورم دیگه. واسه چی داد میزنی سعید؟ داد میزنه که داد بزنه. مرد باید داد بزنه. آقا سعید یه شب که سر من داد نمیزنن و روز من شب نمیشه. از اون نظر عزیزم این چینی ها مارک داره، الکی نیست که تک تک از این ور دنیا خریدمشون. اینجا رو پر آب میکنیم میذاریم بمونه با مایه ظرفشویی. واسه همین بود خونه زندگیت انقدر کر و کثیف بود. ببخشید مثل که من مرده بودم تازه قبض آبتونم دیدم. بیچاره آقا سعید. وای نرسیده تتو همه چی رو تا تش در آوردی. آره دستکشو بده من میشورم. سیمین جون نکن واسه من، میخوام بشورم. من میشورم. بهت میگم بده به من. اوه چه زوری هم داره. چی شده؟ چه خبره اینجا؟ چه خبره اینجا؟ چی کار داری میکنی؟ سیمینجون نمیذاره من ظرفا رو بشورم. آخه قربون اون صورت زیبات برم، من دیگه پیشبند بسته بودم. اگه به پیشبند عزیزم بیا. این پیشبند اینجا خونه من ظرفا رو میشورم. اصلا خونه من و تو نداره که قربون، در خونه آقا سعیده. امشب من میشورم، فردا شب شما میشوری. من از فردا تو مود ظرف شستم. زرنگی. من امشب میشورم، فردا شب نوبت شما. نه دیگه زرنگی نه، حرفای خوبی نیست. من ازت بزرگترم، میگم من میشورم، شما فقط میگی چشم. من فقط به آقا سعید میگم چشم. دیگه داری کلافم میکنی یا مرجان؟ ببین من باید ظرفا رو میشورم. نه عزیزم بده به من اینو. خودم میشورم. این چینی رو میشورم. من میخوام ببین بده به من. بده به من. بس کنین دیگه. یکیتون بشوره، یکیتون خوش کنه. چشم. چه فکری. خدا هیچ خونه ای رو بدون مرد نذاره. بشو. سعید جون عزیزم بیا، همون لباسیه که گفتم از فرنگ واسه تو آوردم پوشیدم، بنفش یاسی. در ضمن رخت خوابت هم آماده است، میتونی تشریف بیاری بخوابی. وا این چه کاریه؟ جای هر شبشون میخوابن. نه دیدی؟ ترجیح میدن تو همین اتاق بخوابن. نه تو این اتاق میخوابم نه تو این اتاق. امشب ترجیح میدم برم رو اون کاناپه بخوابم، بهتره. خب آخه کمرتون درد میگیره آقا سعید. نه خوبه، کنار پنجره است، یه بادی هم میخورم خنک میشه. وای خب سرما میخوری. نه پتو هم دارم. آقا سعید آب بیارم بذارم بالا سرتون؟ نه ممنون. چیزی میخواین براتون بیارم؟ هیچ. یه چیزی بگیم براتون بیارم. ببخشید سرتون لطفا بالا بگیرین. بفرمایید خواهش میکنم. توی این خونه بالش هست. وای دیدم آقا سعید گردنتون رو بلند مونده. انقدر به پوستم استرس وارد شد امروز که مردم از دست تو. به خاطر تو از حق داشتن شوهر که جزو حقوق اولیه خودم محروم شدم. من خیلی فکر کردم سیمین جون اینطوری نمیشه. بعد چطوری میشه؟ صبر کن. ببین دکتر درینک واتر میگه اینها ما زنها برای رسیدن به حقوق برابر باید انقدر به هم نزدیک بشیم تا درک صحیحی از تفاوت‌های همدیگه داشته باشیم. همین چیزا رو میخونی که شوهرات 2 سال از دست در میرن دیگه. برابر ستمی که جبر جامعه به ما روا داشته به یه اتحاد برسیم، دیگه هیچ مردی نمیتونه حقوق ما رو بازیچه دست خودش بکنه. بس چیکار کنی که با دست خودش بازی نکنه؟ ما باید یه عهدنامه بنویسیم. برو بابا تو هم جوگیر شدی یا مثل که ما با هم دشمنیم، هووییم. همینجوری هم که الان چپیدیم کنار هم مجبوریم داریم همدیگه رو میپاییم. وقت بیایم واسه همدیگه نامه بنویسیم. بی سواد. عهدنامه. بعدش هم دشمنا عهدنامه بنویسن دیگه. دوستا که به این چیزا احتیاجی ندارن. حالا هر چی. اینطوری از هر گونه حمله آقا سعید هم مسئول میمونه. اینجوری که تو واسه ما نقشه میکشی قربونت برم، نه اون آقا سعید بیچاره جرأت میکنه حمله کنه، نه اینکه من و تو از دست همدیگه خلاص میشیم. ما تا آخر عمرمون بهت قول میدم تا وقتی که موامون رنگ دندونامون سفید بشه بیخرش همدیگه ایم. این من این تو حالا میبینی.
تکون بده دیگه هیکلو. بفرمایید شما بفرمایید. اومدم چه خبره؟ اعتراف کن. به چی؟ بگو که همه اینا نقشه بوده. چی؟ بگو که سیمین دوست داری. من؟ بگو که میخوای 2 تا زن بگیری. اعتراف کن 2 تا. من غلط بکنم 2 تا زن بخوام. من پس یکیشم به زور برمیام. شوهرمو کشتید ولش کنید. چی میگی تو؟ کنید. منو بگو که دلم واسه تو میسوزه. چه خبره اینجا؟ این آقا بیادبه اینجا چی کار میکنه؟ سیمین جون ایشون پدر بنده هستن. چقدر بنویسم که پاتو از زندگی دختر من بکشی بیرون؟ من چقدر بنویسم که شما و دختر خانمتون تشریفتون از زندگی من ببرین بیرون هری؟ سیمین اون که دسته چی که منه. تازه تو حسابم 10 میلیونم کسری دارم. خانم این وسط من رئیسم، با من در نیفتین. به هر دو تو میگم، مفهومه؟ آقای محترم این وسط من زن اولم، حرفاتونم نمیفهمم. بابا من دلم نمیخواد دخترم هوو داشته باشه. به کی بگم؟ عمرن. جوش نیارین، آروم باشین. آخه نظر دخترتون اصلا این نیست. مرجان جون شما نظرتون اینه؟ دخترم تو هم نظرت همینه؟ نه چندان. بفهمید نه چندان. یعنی میدونین چیه؟ اگه آقا سعید برای سیمین خانم یه خونه دیگه بگیرن خیلی خوب میشه. چی میگی دختر؟ مگه تو حالیت نیست؟ ببین اگه برای سعید یه آپارتمان بگیرم اون وقت تا سال دیگه هم سایه‌شو نمیتونی ببینی. سعیدو میگم. عمرن. بابا جون میدونین چیه؟ ببین اگه شما اجازه بدین همین آپارتمان بغلمون خالیه. سیمین جون بیا جهیزیه‌شو بذاره اونجا، بعد منم اینطوری هر شب آقا سعیدو میبینم. چی؟ یعنی 2 تا آپارتمان سازمانی بدم به یه نفر؟ عمرن. بابایی به آسایش و راحتی دخترتون فکر کنید دیگه. خواهش میکنم. ببین تو که نمیتونی مرجان طلاق بدی چون من نمیذارم. عمرن. درسته؟ بله درسته. نمیخوای که تا آخر عمرت هم 2 تا زن داشته باشی، درسته؟ به هیچ وجه. من اون آپارتمان بغلی رو میذارم در اختیاره. پاداشت هم تصویب میکنم. ها؟ ولی تو باید قول بدی به مرور این زنیکه رو دست به سر کنی بره. یه وقت قضیه زندگی با سیمینو جدی نگیری فکر کنی 2 تا زن داری یا؟ خیلی هم عالی. پس حل. خب عزیزم خانوما ما به توافق رسیدیم. بله؟ بله. خیلی هم عالی. بیارید فقط به در و دیوار نزنینو، زخمی نشین. یواش یواش. خیلی هم عالی. بفرمایید. شما دوباره با آقای مهندس ازدواج کردی؟ خاک تو گورت کنم. ما اصلا طلاق نگرفته بودیم که بخوایم دوباره عروسی کنیم. بریم بالا. بفرمایید. بله. پس این قضیه مرجان خانم چی میشه؟ مرجان خانم یه واحد، سیمین خانم هم یه واحد. هر گلی یه بویی داره آره؟ تو چشت درد. مرجان جان، خانم جان، جان نیست که. خودم یه چراغی بریزم. اینا رو کی؟ خسته نباشی. اینجا بودی؟ اینا رو کی ریختی؟ تازه براشون غذا هم درست کردم. نه بابا. چه عطری. اینا به اونا میخوای بدی؟ بابا ولشون کن. خودمون شب بخوریم. به اونا زنگ بزن براشون یه دونه غذا بیرون میارن. هرچی شما بگین. بیا. اینم بده این دست من کمک کن. نه شما بهتون فشار میاد. فشار نمیاد. بده. من میبرم. کمک میکنم. نه شما بفرمایید. میبرم ها. دست درد نکنه. بیا. آقا سعید. جانم. خواهش میکنم شما چیز سنگین بلند نکنین. بهتون فشار میادا. ببخشید. بفرمایید. شما بفرمایید. خواهش میکنم. سلام. شربت. چای. شربت. چای. شربت. میل نداره. اشکال نداره. اولشه یه خود هنوز
براشون جا نیفتاده. دختر این تلفنتون چرا انقدر اشغاله؟ آخه زنگ زده بودم رستوران داشتم غذا سفارش میدادم. دیگه چی؟ دیگه چای و شربت هم آماده کردم. بیچاره‌ها از صبح دارن کار میکنن، خسته شدن. ای بابا، من مثل که به جای سعید باید روی تو بیشتر کار کنم. آره دختر تو اصلا حالیت نیست. بابا هوا اومده سره. تو رفتی براش چای و شیرینی و هم غذا سفارش دادی. لابد بعدش هم میخوای بری باهاشون نهار بخوری. آره از کجا فهمیدی؟ ولش کن آقا جون. سعیدم بیچاره داره پا به پای این کارگرا کار میکنه. تفلک خسته شده. خدمت اونم میرسم. گوش کن مرجان، ببین چی میگم. تو باید از خودت اقتدار نشون بدی. اقتدار نشون میدم ولی نه مثل شما. به سعید بگو مگه به پدرم قول نداده بودی که طرف اون دختر دیگه نری؟ چشم الان میرم میگم. ببین بگو اگر دستورات من سرپیچی کنه از کارخونه اخراجش میکنم. من با کسی شوخی ندارم، فهمیدی؟ نه بابا اخراجش نکنید، کار از این بدتر میشه ها. یعنی من چیکار کنم؟ دست بزنم تماشا کنم؟ من که نمیتونم بهش گیر بدم. فکر میکنه افسارشو گرفتم دستم ول نمیکنن. برای موفقیت در زندگی مشترک باید مرد خود را آزاد گذاشت. سلام. سلام. شما این مرجان جون چطوری؟ بله براتون بشقاب تمیز آوردم. در ضمن زنگ زدم رستوران غذا سفارش دادم، الان میرسه. وای دستتون درد نکنه، چقدر شما خوبین. میدونین اصلا من فکر نمی‌کردم شما اینجوری باشین. چه جوری؟ یعنی که اصلا شبیه هوا نیستین. مرسی عزیزم. سپیده تو اینجایی؟ سلام. سلام مرجان جون، ندیدمت عزیزم. ببخشید. مرجان جون زحمت کشیدن، هم برای نهار برامون غذا سفارش دادن، همین که بشقاب تمیز آوردن. آره دیدم عزیزم. برو به خواهرات کمک کن. بدو دخترم، بدو عزیزم. خب مرجان جون، میبینم که بالاخره با سیمین من همسایه شدی. بله. چی از این بهتر؟ بله، چی از این بهتر؟ مامان جون چی نظرتون چیه که بریم داخل و نهار دور هم باشیم؟ مامان جون خیلی خوش میگذره. چرا نه؟ خواهش میکنم بفرما دخترم. خواهش میکنم. بله بفرمایید. ببخشید آقا سعید، چیزی شده؟ نه چیزی نیست. آخه از وقتی از خونه سیمین خانم اومدین همش تو فکرین. یه لحظه بلند شین. سیمین؟ من مرجانم آقا سعید. ببخشید مرجان، اگه یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ نه، به قول شوهر دومم زن که نباید از دست شوهرش ناراحت بشه. من امروز احساس کردم که سیمین رو هم به اندازه تو دوست دارم. مطمئنین به اندازه من دوستش دارین؟ فکر کن. یعنی بیشتر از من که دوستش نداری؟ نه به هیچ وجه. حتی یه ذره؟ حتی یه ذره. خب اشکالی نداره. تو اصلا ناراحت نمیشی؟ نه. ببین سیمین، ببخشید مرجان، خیلی دلم میخواد بدونم که برای چی من دوباره به سیمین علاقمند شدم. تو چیزی به نظرت نمیرسه؟ من؟ نه. به هر حال شما زنا معمولا بهتر هم دیگر رو درک میکنن ها؟ شاید چون اصرار سیمین برای زندگی با شما اصرار به جاییه. چرا؟ خب منم اگه جای سیمین بودم همین کارو میکردم. اون تفلکی که گناهی نداره افتاده تو یخ و یخ زده، بعدش هم زنده شده. میگم مرجان بیا یه قراری بذاریم. چه قراری؟ بیا همون کاری رو که قاضی گفت انجام بدیم. مگه قاضی دادگاه چی گفت؟ قاضی گفت که من باید عدالت رو بین شما دوتا اجرا کنم. خب اول کدومتون میکشه؟ بکش. اول سیمین خانم بزرگترن. خیلی خوب، وایسا دقیقه. بفرم اینم مال شما میشه. ببینم نصفه به تو افتاد. باشه پس شب بخیر. شب بخیر.
تاریکی و مارمولک و سوسک و شب و باد و بارون نمیترسم، ولی از رعد و برق میترسم. عزیزم هر کسی از یه چیزی میترسه، از یه چیزی نمیترسه. من از هیچ کدوم از اینایی که گفتی نمیترسم، ولی از کبوتر میترسم. بله. الان برو تو اون اتاق بگیر بخواب، همه چی هم تمیز هست. تنهایی؟ نه خیر، میگم مامانم اینا هم بیان پیشت بخوابن. خوبه؟ کاش مامان منم زنده بود، من الان میرفتم پیشش. آخه میدونی چیه، اینجور وقت آدم یه آغوش گرم لازم داره. الان بمیرم. ببخشید عزیز دلم، بیا تو آغوش گرم خودم. آخه جگر آدم کباب میشه، اشکاتو میبینم. آخه میدونی مادرم توی یه شب رعد و برق خدا رحمت خاک تو سرت سعید، حقته. اینم شد زندگی واسه خودت درست کردی؟ بیا 2 خونه داری بدبخت، باید بری رو موقع بخوای. نشو زهره نشو. شنیدم قرار گذاشتی یه شب بری خونه این زنت، یه شب بری خونه اون زنت. دیگه چی؟ کی به شما گفته؟ حالا هرکی. مرجان اگه شکایتی از زندگیش داره بهتره بیاد به خود من بگه. مرجان اگه از این ارزا داشت که من غمی نداشتم. پس اگه اجازه بفرمایین بنده خودم این مسئله رو حلش میکنم. یعنی چی اجازه بدی من خودم این مسئله رو حلش میکنم؟ منظورم اینه که دیگه دلم نمیخواد کسی تو مسائل من و همسرام دخالتی بکنه. بله. چی گفتی؟ همین که شنیدی. وایسا نشونت میدم. خانم اعتمادی، فرم پاداش آقای دلانگیز رو خیلی زود بیارید، فوری. دوم در آوردی واسه من ها؟ اون دوم تو از زیر میچینه. حالا میبینی من قطعاً پدرتو در میارم. بیرون! از همین الان اخراجی، بیرون! به درک. خیلی هم عالی. بله. با آقای مهندس بفرمایید همین فردا خونه رو تخلیه کنم. بله؟ یعنی بازم طلاق؟ دخترم من خیر و صلاح تو رو میخوام. این شوهر به درد تو نمیخوره. هر زنی جای تو بود اسم هوا رو میشنید آسمون رو به زمین میدوخت. تو چرا اینجوری هستی دختر؟ شما نمیدونین چرا؟ یعنی واقعا نمیدونید که مردم تو این جامعه کوفتی چجوری به یه زن مطلقه نگاه میکنن؟ حق دارین. برای اینکه زن نیستین. برای همینه نمیخوام شوهرمو از دست بدم. برای اینکه نمیخوام دوباره زیر نگاه این مردای چاپلوس باشم. ولی شما چیکار کردین؟ با خودخواهیاتون همه چی خراب کردین. من خراب کردم؟ بله. سعید پر. مگه کشکه؟ کجا پر؟ چه میدونم، حتما خونه سیمی. من پرپرش میکنم. با کی کار داری؟ راستش من دنبال یه خانم هستم که بعید به نظر میرسه شما مادرش باشه. حتما منظورتون سیمینه نه؟ درسته خانم. شما خواهرشی؟ خیر، من مادرشم. عجب. چطور مگه؟ بهم نمیاد؟ اصلا قطعا مطلقا خانم. واقعا نظر لطفتونه، من خیلی ممنون. با سیمین چیکار داریم؟ در حقیقت خدمتتون عرض کنم که من با سعید کار داشتم. ولی چجوری بگم، خدا کمکم کن. ببینید خانم، اصلا به نظر من مگه اشکالی داره که یه مرد 2 زن داشته باشه؟ بخصوص اینکه سهوا باشه، عمدن نباشه. شما میدونید که تو شرع هم من نشده، در عرف هم همینطوره. یعنی یه مرد میتونه 2 زن داشته باشه. این اصلا نباید باعث کدورت بین داماد و پدرزن بشه. بخصوص اینکه من خودم تنها زندگی میکنم. دوست دارم خانم یک خانواده دور هم تشکیل بدم، با هم یه زندگی بکنیم. اصلا میدونی خانم، سعید این پسر من میمونه به خدا. یعنی اگه یه روز تو کار آقای مقدم، آقا سعید اینجا نیست. در ضمن اون موردیو که فرمودین شرع و عرف گفته مال اون زمانایی بود که مردم مرد بودن، نه مثل حالا. خاک بر سرت، ببین به چه روزی افتاده. اگه به 2 نفر پول میدادی همچی بری زن به کلت گلا، اینطوری نمیتونستن گل بارونت کنن. خیلی حیف شد.
زندگی خوبی داشتم. با کدومشون؟ سیمی یا مرجان؟ با هر کدومشون یه مدل‌های خوب بود، ولی هر دوشون با هم اصلاً ابدا. ببین عزیز من، کار تو از این حرفا گذشته. حالا میخوای چیکار کنی؟ الان باید از دست جفتشون خلاص شم. این فقط یه راه داری. باید یه جوری در بری خودتو گم و گور کنی. یعنی اینجا برم؟ دقیقاً. هر چی زودترم بهتر. کجا برم؟ کجا رو دارم برم؟ باید یه جایی بری که کسی نشناستت دیگه. کجا؟ تو بگو. یه طوری حرف میزنه آقا انگار هنرپیشه نقش اول سینماست، هر جا بره تابلو باشه. من چه میدونم، الشر قزوینی، بوینک ورامینی، استعباناتی. خیلی خوب بابا، خیلی خوب، ما تسلیم. آقای موفق، دکتر چیکار کنم که بهش بده کارم؟ خدا بزرگه بابا، دکتر حالا یه کاریش میکنی. مسابقه رو به تیممون 2-0 عقب آقا. 2-0؟ بابا این فرگوسن اصلا شیر سماور تو مغزش. بیا. بابا بکش بیرون اینو. آی تو سر اونا زدن که. خوردیم بابا، خوردیم. سلام جناب مقدم. سعید اینجاست؟ سعید؟ آره. راست بگو وگرنه اخراجت میکنم. زود باش. سعید اینجاست؟ بله کیه؟ سعید جان بیا پایین، با شما کار دارم. اومدم. کی با من کار داره؟ سعید جان تو چرا انقدر زود رنج شدی قربون تو برم؟ حالا ما یه چیزی گفتیم تو چرا جدی گرفتی؟ عزیزم تو ناسلامتی دوباده من هستی. بیا پایین باید کار دارم قربونت برم. بیا. نمیام. ببین عزیزم بیا پایین، بیا برو دنبال کارت، بیا برو با مرجان زندگی تو بکن حتما. آقای مقدم ببخشید، پس سیمین من چی میشه؟ من میدونید اصولاً با شما موافقم، به شرطی که خودشون هم در این مورد راضی باشن. وقتی یه مرد زن میگیره یعنی انگیزه به کارش زیاد میشه. همون مرد موقعی که 2 تا زن میگیره انگیزش 2 برابر میشه. حالا بگذاریم از پاداش من چی شد آقای رئیس؟ اصولاً مجردم. شما چطور؟ آقای رئیس پاداش من چی شد؟ بیا اینجاست. ببین الان میاد. اصلا نگران نباش. آقای مقدم. نه این بار اگر چه که سعید برگشت بخوره دخلش اومده. برگشت بخوره؟ من مثل شیر پشت سر دامادم وایسادم حرفا میزنی. میگم به سعید عزیز من، به به به. یا تو بغلم. وای وای وای. حالت چطوره پسر جون؟ طبیعتی آقا سعید، لطفا نگام کنین. دلم میخواد براتون اعتراف بکنم شکفتم تو این طبیعت. لازم نکرده، میدونم چی میخوای بگی. لابد میخوای بگی برگشتنت از اون نقشه بوده، واسه همینم یه کاری می‌خواستی بکنی که من از مرجان جدا شم، که برگردیم سر خونه اول. بله اون یه قسمتش بود، ولی من میخواستم که یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم. آقا سعید منم میخواستم یه اعترافی بکنم. نمیخواد بگی، حدس میزنم تو هم چی میخوای بگی. لابد میخوای بگی که همون کارایی که با شدت و حدت تو خونه برای من انجام میدادی از رو نقشه بودی که منو از دست ندی. خب اون که بله، ولی الان میخواستم یه چیز دیگه بگم. جون میده برای اسکی. ببخشید آقا جون، من داشتم اعتراف میکردم صبح پادرنده پریدی وسط اعتراف من. سعید جون منو نگاه کنی، من اول میگم. من اعتراف میکنم که من با آقای مقدم جریان طرح زوج و فرد گفتم، برای اینکه شما میومدین خونه من دیگه گفتم، بعد اونم اخراجتون کرد. خیلی هم عالی. آقا سعید منم میخواستم بگم عوضش من یه کاری کردم که بابام دوباره شما رو استخدام کنه تو کارخونه. خیلی هم خوب. این که اعتراف نبود عزیز من، این خودشیرینی بود. که بود. آقا سعید همه اینا به خاطر اینه که من شما رو خیلی دوست دارم. وا اگه اینجوریه خودت هم میدونی که من عاشقتم. آقای مقدم اون شیشه‌تو بده پایین، من دارم داغ میکنم. شیشه که پایین عزیزم. البته اگه منم جای تو بودم داغ میکردم قطعاً. آبی الان 3 تا لباس منه ولی من از تو کوچیک‌ترم. میگم شما تشریف نمیارین؟ نه ما از اینجا تماشاتون میکنیم. بله ما از دور رواتون رو داریم قطعاً. بهتون خوش بگذره. به شما بیشتر خوش میگذره حتما. خیلی هم عالی قطعاً. خیلی هم خوب. سیمین جون ببین باید شوس کنی بری پایین. 8 به درد نمیخواد به من یاده با من تو پیستای ایران قفل میکنم. آی ترمزش کدومه؟ خدا مرگم بده افتاد تون دره. وای یعنی مرد؟ آره دیگه، آره اونجا عمقش 40 متری نمیشه. شاید مثل تو مرده باشه زنده بشه. بابا اون خارج بود که همه چی علکیه، اینجا دیگه کسی مرد. وای خدایا.
خلاص شدم مهران جان، خلاص. بزن بریم. خب کجا بریم؟ نمیدونم، فقط برو یه جایی که زن نباشه. شما همچین جایی سراغ داری؟ اینقدر میگردیم تا پیدا کنیم. برو. سرمهندس پروژه شمایی دیگه. برو. نجات پیدا کرده. نجات پیدا کردن. سعید اینجا مثل که خبراییه. چیه 4 تا زنن دیگه. با چشت به 4 تا زن خورد. اینا که دوستای سیمینن. برو وای نسیا، برو الان منو میبینم میشناسم بعد میشه. برو. کجا برم؟ این تفلکی‌ها گالون خالی بنزین دستشونه. درک برو بهت میگم، الان منو میبینم آبرو میره. برو. احسان دوستیت کجا رفته؟ هیچ فکر کردی بزنیم بریم این تفلکی نازنینای معصوم چیکار میکنن؟ مرد شورت ببرن. الان مشکلی پیش اومده. ببخشید ما احتیاج به بنزین داریم. اتفاقا باک ماشینم هم پره. ببخشید. خواهش میکنم این خانوما هم با شما هستن؟ بله. بابا بنزین. هیچ راهی برای فرار از دست این زنا وجود نداره. بودنت یه جور غمه، نبودنت یه جور غمه. تو نباشی تو شبام ما از آسمون کمه. وقتی هستی انگاری راهی به آسمون دارم. گاهیم از دست تو سر به بیابون میذارم. زندگی رو دوست دارم با تو، اگه سر به سرم نذاری و بگی که دوستم داری و شادی و با خودت بیاری. زندگی رو دوست دارم وقتی که رو به رومی و آروم و سر بزیری و قصه رو از دلم میگیری. هر کی میخوای میپری، با هر کی میخوای میمونی، اما به من که میرسی از درد و غم هات میخونی. داغ دلم تازه میشه وقتی صدا تو میشنوم، اما بازم تو آسمون تویی ونوس هر شبم. زندگی رو دوست دارم با تو، اگه سر به سرم نذاری و بگی که دوستم داری و شادی و با خودت بیاری. زندگی رو دوست دارم وقتی که رو به رومی و آروم و سر بزیری و قصه رو از دلم میگیری.